میگم تفاهمی هم با هم بیس به هر حال همینطور یواش یواش واسه یکی را خواستیم و رسمم نبود که من هر روز بیام خونه اینا یا ای به خونه ما. فقط همین چند مدتی از آینه استفاده کردیم. خب بعد به هر حال یه ریش سفید محلی بودی بری و بعد گفتیم ما دختر فلانی میخوایم. به هر حال یه روز چند تا اسبی رفتم خونه، یه اسب قاطر سوار شدم رفتم خونه اینا. پدری هم یک کهره سرش برید داد، میمونه خوردن. یکیش که از همه ریش سفیدتر بود گفت ما از راههای دور اومدیم برای کاری اومدیم فلانی. پدرش آره گفت شما بار گفت حقیقت دختر شما را فلانی میخواد. خب این در جا جواب نمیداد که من دختر دادم رفت. این دوباره میگفت یه هفته به من مهلت بدید، من پسر عمویم پسر عمویم خواهرانم پسر خواهرم دختر خواهرمی قوم خشای نزدیک را همشه ببینم. بعد از یک هفته بهتون یه جوابی میدم. اینقدر سنگین بود، اینقدر رسم بود، اینقدر رسوم بود. کلکای قومش میشه. به هر حال ما اونا برمیگشتن گفتن یه قوله که گیرمون اومده. ما هم دیگه خیلی ذوق میکردیم تا یه هفته بیاست از سر بگذاره. آره دوباره مادر من یک عدی میگرفت دستش از این چشمه ها و از این کوهستان ها همینطور پره میگرد عبور و میاد خونه اینا. خب هم به ذوق و شوق میدونست که پیرزن برای چی اومده. خیلی ذوق میکرد اینجا. بلند میشد یه قینن چای میکرد براش میورد، یه چای درست میکرد براش میورد. یواش یواش به مادر این میگفت که من اومدم برای حرف عروضی. مادر این به پدرش میگفت که اون روز مردم اومدن یه حرفی زدن، حالا بنده خدا اومده جواب حرف. یا اگر چنانچه قوم خشرا تقریبا دیده بود و راضی بودن، گفت آقا بعد از 2 روز یا 3 روز دیگه مثلا 2 نفر بیاد یا 1 نفر بیاد حرف تمام بکنه. خب این هم ذوق و شوق موقعی که بخونه برسه نرس من از جلوش میدویدم. مادر چی شد؟ گفت اوکی. مثلا اون زمان اوکی که نبود. اوکی نبود زمان. اون زمان حالا من اوکی یاد گرفتم. گفت تقریبا دلش میخواد دختر بدم. خب من خیلی خوشحال میشدم. فردا بلند میشدم فلانی که ریش سفیده دوباره برمیگشتن و بله گفت دختر بخشیده مثلا فلانی که از احترامش واجبه به اون ریش سفید فلان. خب چی میخوای؟ این پدر این بلند شده گفته بود من 40 تا میخوام که اصلا نزایده باشه.